One, two, three. مادر جان اینجا چی کار میکنی؟ کلاس خصوصی برداشتم چند تا چیزو بهم بگی فردا عازم آمریکام. آخه بله چشم. سمعک چی میشه؟ Hearing aid. چی؟ Hearing aid. حالا دندون مصنوعی چی میشه؟ میشه dentures. فشار خون و دستگاه فشارم بگو. Blood pressure میشه فشار خون. Blood pressure monitor میشه دستگاه فشار خون. حالا این چه زبونی هست؟ انگلیسیه دیگه مادر جان، منم معلم زبانم. حالا بگو ببینم قند خون چی میشه؟ من دیابت دارم مادر، باید برم دکتر. Blood sugar میشه قند خون. Diabetes میشه دیابت. این که خیلی سخته، من تا بگم جونم تموم شده. دیگه زبانش اینجوریه دیگه، شما ببخشید. باید برم تست خون و ادرار و مدفوعم بدم، اینا رو بگو. چشم. آزمایش که میشه تست، راحته. Blood test میشه آزمایش خون. Urine test میشه آزمایش ادرار. Stool test میشه آزمایش مدفوع. دست شما درد نکنه، خیر بزنید. بذار میام کمکتون کنم.